نمیدونم چرا ولی احساس میکنم خراب میخواد بکنم. دیگه هیچ موقع تو چش راننده نرو. فکر کنم ادامه ندی بهتر. اجازه دارم اینا رو ایمیلشون عرض کنم که آقا مردی خیلی میپرسن میگن آمد نگهداری ریش سخته یا نه، چطوری ریشاتو صاف میکنی؟ من این برای الان سشوار کشیدم، این برای مونده، این برای کشیدم، این برای مونده، این برای میخوام واسهتون سشوار بکشم ببینید چقدر ساده است. من با سشوار ریشامو صاف میکنم. بریم. اگه وارد جزئیات نشین ریشه من صاف شده. حالا شاید یک کوچولو خیلی صاف شد. آقا حالا موهای منو امیر عباس درست کرده، نمیدونم خوبه یا بده. قراره منم موهای امیر عباس الان واسش درست کنم. امیر عباس اومدی؟ بله اومد. بفهمش. بعد شما نظر بدین ببینین من خوب درست کردم. من خوب درست کردم یا امیر عباس؟ آماده ای؟ همون کیا من یه سوال داشتم. این ضربه رو باید بزنی. آرایشگر قبلیتون کی بود؟ خیلی بد زد. آقا عادی بد زد. این اصلا این برشون اصلا خوب نکرد. جمله همه آرایشگر است. نه واقعا من کارم اصلا. من خودم رو درست کردم چطور شدم؟ بعد یه سوال دیگه داشتم. تو موهاتو چی میزنی؟ گتسپی بعد یه ماده باید بهتون بدم واسه نگهداری موهاتون رو بزنین حتما. از این نمیزنیم از اون بر میزنم. حالا یادم رفت تو یه آرایشگر سر به هوایی هم که بعد چرا دو فاز دارم میزنم به موهاش که من دو فاز یه باز میکردی کلا میریختی کردم. من باشه نمیدونم چرا ولی احساس میکنم خراب میخواد بکنم. من احساس کنم خیلی خوب میشه. احساسی که به تو دارم به هیچ کسی نداشتم. تا اینجاش که خوب نشده. آقا شما اجازه بده داداش. آقا اینو یه خورده محکم‌تر آقا شما کار شما گواهینامه گرفتی؟ نه. ماده 4 از آیین‌نامه ماده 4 آیین‌نامه بخش 3 چی میگه؟ آرایشگر اینجا میگه هیچ موقع تو چش راننده نرو. فکر کنم ادامه ندی بهتر. بابا شما چیکار دارن چیکار رو؟ اسپانیاییش میشه آرایشگر جوزینه ژیلمزده. افسردگی داره. افسردگی پس از زایمان شنیده بودی؟ این افسردگی پس از اصلاح. آقا یه مقدار در مورد اینایی که اینجوری پخت می‌کنی توضیح میدی؟ این برای مونترسو اسپورت بغلشه که هر کسی رو بلد نیست. اکثر آرایشگرها فکر می‌کنن که فکر نایتنشی مصرف من بزنش رو بدره و بزنه بول. خب این واسه بخش جذاب کارمون. بس من این بری درست این بریه بر تو باید آرایشگرت بگی. آرایشگر نمیدونه که تو کدوم بری داری. مردانت تونم اجازه بدیم. من خواهش کنم. ولی یوتیوب ضبط می‌کنی؟ یه من تصمیم بر بگیرم ببخش. من اجازه دارم اینا رو ایمیلشون عرض کنم که
نه هرچی اتاق تو از من می‌پرسی. واقعا بچه رو برداشتی. میگم خدا یه چیزی کمه اینجا. آواز مادرشی امیره یه چیزی کمه. اونایی که تو استوری من دیدم میدونم چی کمه اینجا. خب یه بقیه‌اشو ببریم بیرون بریم آرایشگاه درست کنیم. حامد نه. به شما اجازه آقا شما به خدا مشکل باید بشورم دوباره. شما اجازه بده. خب بچه‌ها کرای معجزه وانتز رو بخوام بهتون معرفی کنم که شما وقتی از این بگیرید لطفا از این بخیر. ولی کار دست خشک بشه. خواهش می‌کنم. این چیزه این همون کرم برای کرمی که الان معجزه وانتزه. آسا و وانتز که اصلا تبلیغات این کرمو نمی‌خوام تبلیغات دستمه فقط. یه چیز دیگه روش لطفا نمیشه. نگاه کنی. وانتزه. میشه بشورم؟ نه خواهش می‌کنم. اوه خواهش می‌کنم اجازه بدید. خراب کنم. خواهش فکر کردم نبود. صد رفت رو قیافه. خواهش می‌کنم اجازه بدیم. ببینمه. آقا من جلوشو دوست ندارم. آقا اجازه بدید. یه لحظه ببینمه. اما جلوش ببینم. اما جلوش کار داره. ببینمه. داداش یه جوری بزن بتونم بشورم. ببینمه. جون. آقا من درست میکنم تمام میشه نظرسنجی میذارم شما موی منو خوب درست کردی یا من موی شما رو خب این از این جلوی موهاتو نگاه کن من چجوری درست. همین الان دارم میرم تو جلو نباید موهات اینجوری دیگه. سیخ وایسه که. وایسا ببین. قرآن. آقا یه دقیقه اجازه بده تو رو قرآن داداش کلا شد ببینم. نه ببینم. همین جون. زیر صدام اگه ویدیو گوشی من تمام داره. شدم برم بشورم. لطفا خواهش میکنم خواهش خب. میکنم. بابا خدا خیلی. نه نزن تاف نزن. خواهش خواهش میکنم نزن. آقا بذار تموم شه آقا نمیخوام. جون حامد زدم نه. جون حامد زدم اصلا تو رو آقا خدا باید آقا بشورم واقعا آقا. عالی شد آقا یه دقیقه آقا من اجازه- دوست ندارم. آقا یه دقیقه واسه بیننده ها میگن عجب گیری کدوم کردی مارش کرد آخه به زور آقا تاف نداریم خواهش دیگه. میکنم کاف داریم پوله تازه گرفتیم. ممنونم. عالی عالی. آقا یه دقیقه واسه نظرسنجی میخوام بذارم بهت عکس میخوایم بزنیم الان. ببین. عالی ببین. کاشت برداشت. زمین کشاورزی شده. خب حالا جلوش یاس زمان ساسی مانیکا اینجوری درست موهای خودت هم دیروز اینجوری خدا وکیلی نگاه کن خدا یه در خواهش میکنم آقا بیننده ها میگه آقا مجید اوه لرستم فورسم شرس. ویدیو تو نهی تمام شده من یه در آقا اجازه بده خواهش رو چه بیننده ها تفت نظر میگن یه داشت خب یه اکثرم دوتایی میندازیم نظرسنجی میذارم اوکی اوکی مرسی تمام. مرسی بله